سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون یا همون چنل سیگما وایتی. امروز آموزش چنج اکانت رو براتون آوردیم. اینجا سرچ میکنید اکتیویژن، میزنید رو سایت اکتیویژن. حالا اینجا اینترنت من ضعیف نمیاره، میام بیرون دوباره میرم تو سایت. حالا من از قبل رمز و جیمیل رو وارد کردم. اول یه صفحه دیگه برای شما میاره، این صفحه رو نمیاره. یه صفحه میاره رمز و جیمیل رو میخواد. رمز و جیمیل رو وارد میکنید. I'm not a robot رو فعال میکنید. بعد که فعال کردید رو گزینه زرد رنگ میزنید و این صفحه رو برای شما وا میکنه. شما میزنید روی بیسیک اینفو. خب حالا پسورد، الان میخواید پسورد رو عوض کنید، برای جیمیلتون یک کد ارسال میشه. وارد جیمیل میشیم، سب میکنید تا بالا بیاد. الان باید یک کدی بر ما اومده باشه که بله. حالا من این کد رو سانسورش میکنم. بابا دوم ده کد رو کپی میکنید. اینجا میاد کد رو میزنید و ثبت میکنید. ثبت میکنید تا صفحه وا بشه. حالا برای من وا نکرد، من میام بیرون دوباره میرم تو سایت. اگه دیدید اینترنت ضعیف وا نمیکنه، بیاید بیرون دوباره برید تو سایت. اینجا بیسیک اینفو رو میزنید. اگه کد وارد کردید ادیت رو بزنید. اینجا میزنه نیو پسورد و ریتایپ پسورد. حالا هر دوشون رو براتون توضیح میدم. نیو پسورد یعنی پسورد جدیدی که میخواید بذارید. حالا بچه این رمزی که من میخوام بذارم و قبول نمیکنه. اینجا شما رمز جدیدتون رو وارد میکنید. بعد که رمز جدید رو وارد کردید سیو رو میزنید و به همین راحتی رمز شما تغییر کرد. حالا بذارید من یه رمز دیگه امتحان کنم. بسید اسم چنل رو بذارم یا نه ول کن، نمیخواد. اسم چنل نمیذارم. حالا اینجا پسورد قدیمی رو میخواد. من پسورد قدیمی رو وارد کنم.
اینم پسورد قدیمی و سابمیت رو میزنید، ثبت میکنید. بچه فکر کنم پسورد قبلی رو من اشتباه زدم، یه لحظه وایسید. یه بار دیگه سابمیت رو بزنیم. مثل که چی نمیشه، میزنه پسورد اشتباه. حالا شما پسورد قدیمیتون رو که وارد کردید به همون راحتی اکانت شما چنج شد. اگرم اینو نیورد اشکال نداره، بازم اکانتتون چنج شده. تا یه ویدیو دیگه، خدا